خب یه سری هم بزنیم به آقای خبرپرور ببینیم که خبرمبر برامون چی داره. آقای خبرپرور سلام بر شما. سلام علیکم. والا خبرمبر که زیاده، منتها الان که نگاه میکنم یه امام مقواییه که دیگه مقواش نم کشیده. بعد یه داستان جدایی انتر از عظماست که الان دیگه کارشون داره به جای باریک میکشه. بعد خبر داغ میخوای اینجاست. خبرها در مورد خود نظامه؟ نه، درباره مخالفای مخالف نظامه. یعنی منفی در منفی میشه مثبت، یعنی موافقای نظام. عرضم به حضور شما که سایت کلمه یه فراخوان بسیار مبارزاتی و بسیار کوبنده صادر کرده که آدم وقتی میخوندش بی اختیار از جاش بلند میشه. آدم از جاش بلند میشه که بره تظاهرات؟ نه، از جاش بلند میشه که بعد به یه جای راحت‌تر بشینه. خب حالا این فراخوان چی هست؟ داستان چیه؟ آقا میدونی چی میگه؟ میگه در روز 25 بهمن کلیه حامیان جنبش سبز پیاده روی تو پیاده روها دعوت کرده. یعنی اینکه تو این پیاده روی باید در سکوت کامل انجام بشه برای جلوگیری از هر گونه هزینه. باید هیچ برخورد خشونت آمیزی هم صورت نگیره. یعنی که شما آقا وقتی راه میری باید بگی آقا بپا نفتی نشی، بپا نفتی نشی، بپا نفتی نشی، که هیچ برخوردی با بقیه صورت نگیره. خب حالا ابهامی که وجود داره اینه که کی میفهمه داری اعتراض میکنی؟ چون تو روزهای عادی هم ملت تو پیاده رو راه میرن دیگه، وسط خیابون که راه نمیرن. ظاهرا شما اطلاعی از مبارزه مخفی و زیرزمینی ندارید ها. هرچند اینا روی زمین و تو پیاده رو هن، اما مهم شعارها و فعالیتاشونه که مخفیه. ببینید تو بند دوم این مطلب نوشته که دقت کنیم که الزامی نداره حتما کارهای بزرگی انجام بدیم. قطع جمع شود بنگهی دریا شود. کافیه هر کدوم از این همراهان جنبش سبز یه قطع چکون داشته باشن. از همین قطع چکونایی که راه بینی رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. بعد میریم در خونه اقتدارگرایان، نفر یه قطعه میچکونیم. قطع جمع گردد وانگهی دریا شود. دزدان رأی رو با خود ببرد. هیچ خشونتی هم نیست، هیچ هزینه‌ای هم نداره. بند دیگه‌اش نوشته چی نوشته؟ نوشته در جمع خانواده و دوستان مورد اعتماد و فامیل در مورد پیاده روی سکوت صحبت کنید. آقا خانواده رو دست کم نگیرید. خانواده خودش یه تشکیلاته، پدر، مادر، فرزند. شما میتونید تو کانون گرم خانواده یک عملیات مخفی و پیچیده قرمه سبزی درست کنید، اونم فقط روزهای دوشنبه، یعنی دوشنبه‌های اعتراضی. به این ترتیب حمایت خودتون رو از جنبش سبز اعلام کنید. فقط تو این بیانیه فراموش کردن که بنویسن مبادا یه وقت تندروی کنید، مقوایی کارتونی چیزی آتیش بزنید، چون اون وقت ممکنه به جرم آتیش زدن امام مقوایی دستگیرتون کنن. آقا واقعا عجب راه حل بی هزینه ایه. نه خیر، همچی هم بی هزینه نیست ها. الان یه محور اینجا من براتون میخونم که خیلی هم خطرناکه. نوشته جاسازی چی؟ ماژیک، بالاخص در تاریکی. شما میدونید که جاسازی یک ماژیک اون هم توی این گرونی چقدر هزینه داره. البته من بعید میدونم که اینها یه همچین جیگری داشته باشن که با خودشون ماژیک هم کنن. ولی به هر حال اینجا چیه؟ نوشته. در ادامه هم به یک مورد بسیار مهم و کارساز اشاره کرده و گفته اگر قریحه ادبی دارید تأثیر یک عبارت منظوم و یک شعار زیبا رو دست کم نگیرید. حالا مثلا چه شعارایی، چه شعرایی؟ والا من چون خودم قریحه ادبی دارم و این شعر رو پیشنهاد میکنم. موش موشک آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. یا مثلا ما بچه های سبز نازی با همدیگه میریم بازی، دست به گلا نمیزنیم، هر کی به گل دست بزنه شاپرکه نیش میزنه. که اینجا منظور از شاپرک کیه؟ همین اقتدارگرایان.